در حمله مرگطلبانه به کاروان ناتو در کابل پایتخت افغانستان دست کم یک نفر ملکی کشته و 19 تن زخمی شدند. مسئولیت حمله به کاروان ناتو در راه فرودگاه کابل در نزدیکی سفارت امریکا و منطقه دیپلماتیک کابل را گروه طالبان برداشت گرفت. کسی از نیروهای ناتو در این حمله آسیب ندیده است. این بمبگذاری انتحاری همگی چند ساعت بعد از حمله نیز مرگطلبانه به قرارگاه پلیس در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بود که 2 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. شماری شرکت کنندگان اعتراضهای عمومی در یریوان پایتخت ارمنستان در پی رفتن بسیاری از فعالان از هزاران به چند صد نفر پایین آمد. اعتراضها در میدان بگرامیان یریوان علیه نقشه شرکت مونوپولیست روسیه جهت 16% بالا بردن نرخ نیروی برق قریب 2 هفته باز ادامه دارد. روز 27 ایون رئیس جمهور ارمنستان سرژ سارکیسیان گفت پرداخت فرق نرخ برق را تا زمانی که یک بازرسی مستقل ضرورت بالا بردن نرخ را توجیه نکند حکومت به دوش خود میگیرد. برخی اعتراضگران این راه حل پیشنهاد کرده سرژ سارکیسیان را رد کرده در کوچه ها باقی ماندند. قرغیز به نشان حمایت از دادرس کلارا سوارونقولووا که از دادگاه قانون اساسی برکنار شد در روبروی بینای حکومت جمع شدند. سوارونقولووا در پی تنقید نقشه مقامات قرغیزستان جهت استفاده معلومات بیومتری شهروندان در معرکه‌های انتخاباتی برکنار کرده شد. اعتراضگران وکیلان پارلمان را ایبدار می‌کنند که از قدرت برای فشار به نظام دادگاهی سوء استفاده برده اعتبار پارلمان را پایین می‌برند. استان پایتخت قزاقستان میزبان انجمن 2 روزه مبارزه با افراطگرایی در کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. در این نشست که در پی عین چنین یک همایشی در آغاز سال در واشنگتن دایر شده می‌گذرد، نمایندگان 9 کشور شرکت می‌ورزند. مقامات راه‌های هماهنگ ساختن تلاش‌های فرامرزی علیه افراطگرایی و میان نهادهای منطقوی را بحث می‌کنند. در روز اول انجمن سروزیر قزاقستان کریم مسیموف از جامعه شهروندی دعوت کرد در امر جلوگیری از گسترش ایدئولوژی اکستریمیستی نقش فعال بازی کند. در قزاقستان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه یک کوچه را با نام رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف گذاشتند. تبدیل نام این کوچه با ابتکار جمعیت قزاق‌های تاتارستان صورت گرفته است. بسیاری از ساکنان قزان مخالف این ابتکار بودند و با تشکیل یک پتیسیا در اینترنت از مقامات خواستند تا نام کوچه اسپرانتو را عوض نکنند. اما با این وجود آویزه ها با نام نوی کوچه نظربایف الکی نصب شده اند. افراد معلول سابقه داران جنگ و بازنشسته ها در بلگراد پایتخت سربیا با طلب حمایت بهتری حکومت راهپیمایی کردند. آنها میگویند به دلیل قطع شدن امتیازهای اجتماعی عذاب میکشند. آنها همچنین خواستار بهبود دسترسی معلولان به بناهای اداره‌های دولتی و مسئولیت بیشتر نشان دادن وکیلان انتخاب کرده اشان شدند. باغ حیوانات سرایو و پایتخت بوسنیا 2 ساکن نوش را استقبال گرفت. 2 طفل لیمور حلقدم همگی 2 هفته پیش دیده به دنیا گشودند. مسئولان میگویند وضع والدان آنها خوب است. لیمورهای حلقدم در محل اصلی سکونت آنها جزیره ماداگاسکار از جمله حیوانات تحت خطر نابودی به شمار می روند. باغ حیوانات سرایو بعد سخت تخریب شدنش در جریان جنگ شهروندی سالهای 90 بوسنیا نوسازی می شود. این باغ حیوانات در سالهای آخر صاحب چندین ساکن جدید شده است.